لحظه در انتظار فرصتی خیلی هیجان‌آوره، چون گفتیم که امامعلی نورعلی ورزشگری جوان تاجیکستان که در قهرمانی جهان در اتیوپیا با گرفتن مقام اول عنوان قهرمانی دست یافت، با پهلوان کوبا اکنون پولند حالا در میدان است. ورزشگر کوبا هم جوان است، 22 ساله. پهلوان جمهوری تاجیکستان امامعلی نورعلی، چون گفتیم که چمپیون فعلی جهان در میان جوانان. حرکت امامعلی نورعلی در اینجا خوب است. بله، امامعلی نورعلی برتری دارد نسبت به حریف. ولی پهلوانی کوبا هم از حالت فیزیکی خوب است. در چمپیونات این قطعه پان امریکن اپریل 2021 این چهره در مرحله نهایی ناکام شد، جای دوم را گرفت. دستاوردهایش خیلی خوبند در همان قطعه خود و ورزشگری ما 20 سال دارد. قهرمان جهان میان جوانان و در شهر تاشکند میان جوانان هم در جام آسیا اپریل سال کنونی صاحب مدال برنجی شده بود. در کارنامه‌اش 2 دستاورد ارزنده دارد. حالا جوان است، در پیش همه در پیش. فاروق صابر هیجان بیشتر فرادیدش است. فکر میکنم خوب حالا اگه اشتباه هم نکرده است و بسیار دقیقانه گوشین میگیرن هر دو. امامعلی پیشتر میشد، نزدیکتر. دستی رقیب رو اینجا برکشیدن در همون حالتی که حرکت یا همون چی گفتن اون که حلوکی که شروع کرد برابر این دست رو میکشید، هم که برای تغییر دادن موازنت رقیب زمینه به وجود می آمد. حرکتش خوبتر است نسبت به حریف. 3 کوشش کرد الکای. معذرت از بیننده عزیز. اندکی وضعیتش مرتب. پولانکو هم اینجا اورلاندو قوت است، حالت فیزیکیش خوب است. وضعیت کار در زمین رو اکنون امامعلی نورعلی تحت نظارت گرفت. داور هم به حالت اوله برمیگرداند پهلوانتون. چی کار را انجام دهد که به نفع ورزشگر تاجیکستان می شود از نظر شما همچون متخصص؟ یک پرتوفت خوب در کار در اینجا، یعنی که پیش رود، عمل اجرا کند یا هر دو را. ولی ایستادگری خوب کرده ایستاده است، لیکن چرا به پهلوان چی نمیرسد؟ پرتوف. بله، پرتوف. ولی تجربه هم کمتر است در قهرمانی جهان. بله. از میان جوانان با پیرهی بزرگسالان قدم نهادنش خیلی اینجا سخن یلاهیده است. فرق زیاد دارد. بله، در اینجا سین و سال، در اینجا حالت فیزیکی، تجربه همه به حساب گرفته می‌شود. ولی برتری دارد نسبت به حریف. حمله های زیاد شدن، این کوشش هایش که بیشتر شدن اینجا پسیوی رقیب رو نشان میدهد.
و شاید برای گوشی نگرفتن پولند که علاقه باز هم داور چرا جویی کنه. امامعلی باید این را اکنون حسیاتی خوب هم دارد، یعنی که از کار با وقت ایلاوه کول کشید. در قهرمانی جهان چی گونه که دیدیم هر یک 5 سبقتی اولی دایر کرد. هر یک آزمایش از دیگرش با کلی فرق میکرد. لیکن در قهرمانی جهان اینجا اکنون باز چون گفتید کلانسولان است، این مردان هستند در اینجا. اکنون با نماینده کوبا شیدو دادند چون که حرکت های پهلوانی ما زیادتر شد. پرتوف داد، پرتوف هست امکانی اوی 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 همین کار رو دو دفعه خوب اجرا کرد. این مراتبش از اولش اندک بهتر بود، افضلی داشت. کمی دیگر برای وزارک اندک فاصله باقی ماند. امتیاز اول تقدیر رقابت رو حل میکنه چون که وقتی ایلاوه است این امتیاز طلایی با کی نصیب میشود. شیدو میدهد مربی کوبا. شیدو بس کم فعالیت است، یعنی که همونطور برتری دارد پهلوانی ما نسبت به حریف. پیش رود چی؟ بگید اما ترتیب قپیدن خوب است اما پیش نمیگذارد، رقیب نمیگذارد که پیش رود. حرکت میکند که پرتوف کند، حرکت میکند که نافتد. هر دو هم باید مقصد اینجا اومدن. باز همین حالت همون اصولی سه باره که پهلوان ما هم منظور کرد اما این حرکت نبود. من فکر میکنم نه فاروق هم خیلی زحمت کشیده است برای شغلش، خیلی حرکت های زیاد دارد. مربی جوان و موفق. زحمت میکشد زیاد. بله، همه موفقیت ها از زحمت ها با وجود می آیند. برای تولید یک سیخان خون جگر شوم، برای تولید یک چهره باز هم علاقه 10 ساله ها بیش لازم است. اگر بخت آمد کند و شیدودی هم کمی بیمادار شدن هر دو. معلوم می شود از قیافه‌شان. پهلوان ما حمله های زیاد است، تشبسکاری هایش خوب است، مخصوصا در حالت راست بودن. یک احساسات بنده رو فراگیر است. اکنون یک کوشش دیگری پهلوان خوب اینجا خوب هم نبود، به هر نوع خود را نشان داد که من هم به طرف نیستم. اون چیزی فاروق میخواهد حالا در قیافه امامعلی نمیبینیم. کمی مشکلش افتاد. باکی نیست، حالا باز وقت در پیش از وزاری پرتوف شد وزاری. احساساتی خیلی لااقل تبسم کند. وزاری بسیار هم فرصت مناسب را دریافت. چی داور شبهه دارد؟ نه 100%. من هم چنین
فکر شما رو دستگیری میکنم که کاملا وزری است. این نه به اون خاطره که پهلوانی ماست. حرکت همین نتیجه رو نشان میدهد. ثابت میسازد که این حرکت در حقیقت هم چنین است. حالا بیاید یک لحظه توقف کنیم که دستور دهندگان بله دقیقاً اینجا که استاد اتحاد جماهیر شورای و چون مدال اول بازی‌های آسیایی رو به خزینه ورزش تاجیکستان در سالهای اول زمان صاحب استقلالی در رشته جودو خیرالله نظریف آوردند که این هم شایسته و کمال احترام تمام جودوکاران است. آفرین، مبارک باشد غلبه و اکنون بسیار صحیفه تاریخی ما رو در پیش است. با ابه پهلوان ما روبرو می شود و اکنون هراسیدن در کار نیست. بله بله. شبهه ها رو از میان بردن لازم است. اکنون با پهلوان ژاپنی ابه ورزشگر جمهوری تاجیکستان 100% اینجا هم شایسته ترین پرتاب بود. احسنش میبینیم ولی نورالی حسیات خوب دارد. صحیفه تاریخی میخواستم شما همین یک لحظه توجه کنید با نیروسنجی واقعا تاریخی پهلوان جمهوری تاجیکستان با چمپیون بازی های المپی با 2 کرات قهرمان جهان یکی از سرکردگان یکی از صدرنشینان یکی از چهره های معروف ترین جودوی دنیا هنرنمایی دارد با ابه و امامعلی نورالی. خوب است ورزش است. فاروق صابری رو اندک هیجانش خوبتر به نظر رسید. جای گیله‌مندی و شبهه نیست. جوان مردانه رقابت کردن در کار، اگر باخت هم باشد سزاوارانه باخت کردن لازم. به هر دو شیدو دادن. دقیقه اول مبارزه پهلوان قهرمان جهان با قهرمان 2 کراته جهان هنرنمایی میکند. از ما میان جوانان است و ابه بسیار خوب دفاع کردن. بیاید در هراس نباشیم. اکنون اندک امامعلی نورالی دلش پر شد که با ستاره های درخشان جودوی سیاره هم میتوان نیروسنجی کرد. هیجان اندک دورتر شد. امامعلی ببینید حرکت دست رو دیگر باره به سمتی مقبول خود رجوع میکند، اما اینجا ببینید که چی خیلی خوب میشه. دفاعی بهتر کرد. 100% با اون میتواند پیروز میشد. الان کمبودی هم ندارد. دقیقه دوم مبارزه پهلوانان بسیار هم صحیفه تاریخی. بزرگترین نیروسنجی در قهرمانی جهان در روز دوم از منتخب جودوی کشور. خیلی خوبه. 3 بار 3 دفعه حرکتی ستاره روشن جودوی سیاره رو قشنگ 20 ساله تاجیک رفع کرد، برطرف ساخت. برتری هم دارد نسبت به بسیار مکتب جودوی ژاپن رشد یافته است و مخصوصاً ابه. و ما در مورد هنرنمایی پهلوان گفتیم، باز هم این مرتبه باز در دفاع مهارت و هنر بهتری خود رو هم ورزشگر تاجیکستان نشان داد. بسیار خوب. برای همه قناعتمندن، هم تماشابینان هم مربیان و در مجموع اینجا هم اگر ما به همان نقطه نظر کسبی توجه کنیم سزاوارانه دلپرانه الکی رجوع میکنند. نوباسته چون گفتیم در موردی که کار در این زمینه چگونه صورت میگیره. خیلی دفاع خوب. از سه حالتی خطرناک خود را رها کرده، از 3 وضعیت مشکل. بسیار عالی. این برای ما قهرمانی است.
توقی ورزشی پرویز صابرов انا همین چهره ها رو تربیه و به کمال رسونید. دومین شیدو رو به چهره درخشان جودوی تاجیک دادند. باکی نیست. براسیم بسیار قناعتمندیم. بسیار گوشینی خوب گرفت. هنرنمایی ادامه دارد. با 2 کرات قهرمان جهان، چمپیون بازی های المپی توکیو، 10 کرات قهرمان مسابقات گرند سلم، 10 مدال طلا در گرند سلم دارد. بزرگترین دستاوردها را این پهلوان مال خود کرده است و امروز هم میبینیم که جوانترین ورزشگر تاجیک در مقابل این چهره سرشناس واقعا سزاوارانه گوشین میگیرد. ورزش تاجیک را، جودوی میهن را با یک اطمینان و اراده قوی جوان 20 ساله تاجیک دفاع میکند. احسنش میگوییم. پنجه های با فکر میکنم که دیدید برویش رفتید. نزد دکتر مسابقات میرود. دقیقه آخرین رقابت با چمپیون بازی های المپی، با یک تن از چهره معروف و نمایان و معتبر جودوی دنیا. توجه میکنیم به آمار نشان داد، نتایجی که باز هم ما رو اینجا در اختیار است. 93 رقابت سطحی با شکوه رو این پهلوان انجام داده است. 41 سبقتش توسط همان امتیاز ایپان به دست آمده است و اینجا باز هم فیصد در مجموع کارنامه این چهره شناخته دیگر باره منظور میگردد. چمپیون و در خصوصی هم چمپیون بازی های المپی سال کنونی در اوونگری هم گرند سلم مدال طلا، در انتالیا هم اپریل 2021 صاحب مدال طلا، در دیوسلدورف سال 2020 هم جایزه طلا. همه آن نتایج گفتیم 10 کرات غالب مسابقات تاسکلاه بزرگ، چمپیون بازی های المپی، 2 کرات قهرمانی جهان. واقعا هم مربیش و امروز از این چهره ها، از این نفران نمایان و معتبر امتیاز ستانیدن نه، حتی برابر مقاومت کردن، من فکر میکنم افتخار است. افتخار است، بله. چیکار کند امامعلی نورعلی در این موردی که اگر به هر نوع اکنون اونقدر ناامیدی ها ما رو فراگیر نیست، ولی باز هم وقتی اضافه ما رو در پیش است. شاید باز یک لحظه باشد که اگر با همون سیل بیاد ما این رو اگر نگوییم، چون که پهلوانی ما 2 شیدا دارد. به هر نوع اینجا و برادر و خواهر ابه ها در قهرمانی جهان شهر تاشکند قرار دارند. اینها هم در بازی های المپی چون نمونه افتخار بودن جودوی ژاپن را نشان دادند. همه این رو البته ما از صحیفه های ورزشی کشور توسط گزارش های مستقیم دیگر باره هم منظور کردیم. امامعلی نورعلی چون گفتیم که در کارنامه‌اش تنها 2 دستاورد است. این هم پیروزی قهرمانی جهان میان جوانان ورزشگری ما رو، این هم سال 2022 ماه اپریل. فاروق صابرov در خصوص مربی جوان مهارتش گفتیم که در کاخ ورزشی پرویز صابرov بسیار هم من راستی خلیل شریفویچ من میدونم که فاروق چی گفت، اما گفتنش در افیر ضرورت ندارد و بسیار اون فاروق هدف نهایی فاروق به ما معلوم و آشناست. باشد هرچی میگوید، هرچی میخواند به خاطر همون تسکین دل است که اینجا هم شرافت استقلالیت کامل دولتی که ما با این مقام ها، با این مرتبه ها رسیدیم در بازی های المپی. شما که چون اشتراکچی اولین در اتلانتا بودید، مدال برنجی چمپیونات آسیا، بازی های آسیایی هیروشیما
و اکنون این صحیفه‌ای که هستن همه این شکر از همون سیاستی ورزش پرورانه سرور معظم ملت. توجه میکنیم اکنون با وقتی باقی مانده. آی 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 بسیار هم اندکی اوسیب دید. بعد این حالتی که ما میبینیم ببینید به همین نگاه نکرده، با این قدر وزنی و مشکلی در مقابل یک شخص معتبر و نمایان ایستادگی کردن، همه این هم به خاطر پرافشانی پرچم است، به خاطر شرف ورزش کشور. این وزری نبود فکر میکنم. با وقت ایلوه توجه میکنیم معالجه‌اش کردند، آسیب دیده است. این لحظه ها رو چون میبینیم اما عقب نشینی ندارد، اما جرأتش، متانت و مهارتش باز هم بالاتر و والاتر می شود. نورعلی پدر این کس هم در ناحیه رودکی سالهای 1990 آی وزری از این حالت، از این ورطه رها یافتنش خیلی گرانتر بود. داور هم شبهه دارد، میتواند با آرین تکیه همون دستی پهلوانی ما یک بار دیگر مراق ظاهر کنیم. بیایید ببینیم. بسیار خطر نیست. خوشبختانه در وقت اضافه هم ستاره معروف و درخشان جدای سیاره از پهلوان 20 ساله تاجیک امتیاز نمیگیرد. اگر با صورت‌تر میشد. فاروق از جای برخاست. بسیار هم فرصتی مناسب بود. چی طوره که ابه برای وزری خیلی پرتافتش نزدیکی داشت، پاسخ جوابی او را پهلوان امیدبخش ما امامعلی نورعلی هم سری وقت گردانید. باز هم فشارش آورد. عکس عمل را در لحظه مناسبی که چگونه استفاده کرد، اما حرکت یک گردشی هم بهاگذاری این ورزشگر را در جریان دارد. مسلم است که در گشتن جودوی تاجیک یک پرابلم خیلی اساسی همین کار در زمین یا با اصلاح پرتر است. ما هرگز به جای پوشیده هم نیست که با پهلوانان ژاپن در این جوده برابر شده نمیتوانیم، چون که این نمود ورزشی همون ژاپنی است و مکتبش خیلی قوی. اصلا به امامعلی برای ما قهرمانی است. هر قدری که چه طرز و ترتیبی که در میدان نشان میدهد، هر یک حرکتش فلسفه قوی و فتووتی تاجیکانه است. بله خیلی این کارنامه‌ای است نسبتی با آب ورزش کردن در حال گلدن اسکور در قیب دویمم به انجام رسیده است. دقیقه دومی وقت اضافه برای امتیاز طلایی تلاش جریان دارد. مربی گمان کرد که کار آسان از این جوانی کم تجربه به دست می آید و به آسانی این مرحله را باکی نیست. ورزشگر تاجیک قهرمان است. ورزشگر تاجیک برای تمام مردم شرفمند تاجیکستان در مقابل قهرمان بازی‌های المپیک قهرمانی کرد. احسنش میگوییم و دیگر باره هم به فاروق صابر و حسن میگوییم و دیگر باره به نورعلی قبلگاهش پدرش که چون گفتیم خیشت اولی محبت گوشتین را واگذاشت، احسن و آفرینش میگوییم. این کار سهل و عادی نبود. دلپرانه، سزاوارانه، تاجیکانه، عارفانه در مجموع انا همان هویت بزرگی